تهمت زنا و لواط به غیر شیعیان. لاحظوا ما رواه العياشي عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما يقول: ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته. يكون واحد من الأبالسة يكون حاضر في وقت ولادة المولود لابد. فإن علم الله أنه من شيعتنا، إن علم الله أن هذا المولود من شيعتنا، حجبه من ذلك الشيطان. الله يحجبه من ذلك الشيطان، فلا يتمكن الشيطان من أن يطعن فيه أو يؤذيه. وإن لم يكن من شيعتنا، أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا. إذا لم يكن من الشيعة، الشيطان يجعل إصبعه في دبر هذا المولود حتى لما يكبر يكون مأبونا، أي يكون منكوحا. فإن كان امرأة، هذا المولود لم يكن ذكرا، فإن كان امرأة أثبت في فرجها، وضع إصبعه السبابة في فرجها فكانت فاجرة. فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا إذا هو خرج من بطن أمه. أنتم لاحظوا بعض الأطفال لما يولدون يبكون بكاء اعتياديا، البعض الآخر يبكي بكاء شديدا ويتواصل ويكون واضحا. هذا اعلم أنه بسبب الشيطان على ما نطقت به هذه الرواية. فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا إذا هو خرج من بطن أمه، والله بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بینندگان گرامی، آیا امکان دارد کسی که ذره‌ای دانش و معرفت و وجدان داشته باشد بپذیرد امام جعفر صادق رحمه الله چنین حرفی زده باشد؟ چرا رافضیان از امام جعفر صادق یک انسان فحاش و افاک ساختند؟ اتهام تعداد 1.5 میلیارد مسلمان اهل سنت و بیش از 5 میلیارد مسیحی و دیگر ادیان و مذاهب، زنانشان به فاحشگی و مردانشان به لواط، فرهنگ این رافضیان است که آنها را از خزعبلات عیاشی و مجلسی و کلینی و امثالهم گرد آورده‌اند. طبق روایت عیاشی، هر نوزاد دختری که به شدت گریه می کند حتما در آینده زناکار خواهد شد و هر نوزاد پسری که هنگام تولد به شدت گریه می کند حتما لواطکار خواهد شد. کسی نیست از این رافضیان بپرسد که بیمارستان‌های قم و شیراز و مشهد و اصفهان و تبریز و نجف و کربلا مملو از کودکانی است که در بدو تولد به شدت گریه می کنند. آیا همه اینها زناکار و لواطکار خواهند شد؟ آیا دین اسلام که دین سراسر رأفت و رحمت و احترام به مخالفان است، این اخلاق را از یک ولگرد خیابانی میپذیرد؟ تا چه رسد به یک امام و نوه پیامبر که به ادعای آقایان معصوم هم هست. الله عزوجل در قرآن میفرماید: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون
ويعلمون أن الله هو الحق المبين. بیگمان کسانی که به زنان پاک دامن مؤمن و بیخبر از بدکاری تهمت میزنند در دنیا و آخرت نفرین شدند و عذاب بزرگی در پیش دارند. روزی که زبانها و دستان و پاهایشان بر ضد آنان به اعمالی که مرتکب می شدند گواهی می دهند، در آن روز الله سزای قطعی و ثابتشان را به آنها می دهد و خواهند دانست که الله همان پروردگار راستین و ظاهر است. یک مسلمان حق ندارد مخالف خود را در عفتش متهم کند، گرچه یهودی و مسیحی باشد، تا چه برسد به یک مسلمان. طبق این روایت که به امام جعفر صادق نسبت داده شده، تمام زنان غیر شیعیان زناکار هستند، حال اینکه الله عزوجل در قرآن بیان می‌دارد که ازدواج با زنان پاک دامن اهل کتاب اشکالی ندارد. پس چگونه میتوان این روایت دروغین را باور کرد؟ سخن الله را باور کنیم یا دروغ عیاشی را؟ الله متعال میفرماید: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. امروز نعمتهای پاک بر شما حلال شد و ذبیحه اهل کتاب نیز بر شما حلال است و ذبیحه شما هم بر آنان حلال می باشد و ازدواج با زنان پاک دامن مؤمن و همچنین زنان پاک دامن اهل کتاب برایتان حلال است، چنانچه مهرشان را بپردازید، آن هم به قصد پاک دامنی، نه از روی شهوت و راه‌های غیر شرعی یا برقراری رابطه پنهانی. و هر کس به ارکان ایمان کفر ورزد به طور قطع عملش تباه می شود و در آخرت جزو زیانکاران خواهد بود. و از طرف دیگر امروز با پیشرفت علم پزشکی عوامل متعددی برای گریه شدید نوزادان یافت شده است. اگر پزشکان خردمند میهن این روایت را بشنوند چه دیدی نسبت به دین پیدا می کنند؟ البته ناگفته نماند که این خزعبلات تنها در این آخوند عقده‌ای خلاصه نمی شود، بلکه مطالبی مثل این در کتب شیعه فراوان یافت می شود. در بهار الانوار جلد 101 صفحه 85 آمده است: الله متعال در روز عرفه به میدان عرفات نگاه نمی کند، بلکه به زوار قبر حسین علیه السلام نگاه می کند، زیرا در عرفات اولاد زنا حضور دارد ولی در کربلا اولاد زنا نمی باشد. و در کتاب روضة من الکافی جلد 8 صفحه 285 از امام محمد باقر به دروغ روایت کردند که مردم همه اولاد زنا هستند مگر شیعیان ما.